السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه عرض سلام هسته و دعایشی که الله تبارک تعالی میشوی پاکی گناهان ببخشیدین تو الله تبارک تعالی شایسته بکن انشاءالله همه شما را الله تبارک تعالی به جاگاه برسین حج نصیب بکن شما را در راه حج خانه خدا و زیارت روضه پاک پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. الله تبارک تعالی هر جا دعا قبول کن. ادعونی استجب لکم. الله تعالی فرمایش کنتی که من تواری کنی من قبول کنان. ولی از این خاک ایشی جایی که الله بندگان این جاگاه خداوند متعال اولا از تمام جاهای دنیا برتر کرده. اول بیتن وضع للناس للذی بمکه، اولی خانه خدا مکه مکرمه که الله تبارک تعالی فهم کرده بیت الاول بیت وضع للناس، اولین خانه. بعضی گوشن اولین اتاق در دنیا تا بندگ بوده خانه بیت الله. به هر حال این جا تمام مکاناتی دوربره به اصطلاح در حین طواف روبروی حجر اسود، باب ملتزم، روبروی ملتزم و روبروی باب و تمام و روبروی به اصطلاح مقام ابراهیم و حتیم و میزاب و مطاف و همچنان عزیزان محترم بالاخص عرفات و مزدلفه و منا که این جاگاهان تمام جای دعای الحمدلله تمام حاجیان برای تمام مؤمنان برای تمام مسلمانان دعاش کرده. حتی دعا برای همه مسلمانانی که به وقت ظلم کرده به دیگران ظلم کرده در حقیقت به وقت ظلم کرده برای ما هم دعا بوده که الله هدایت بده و دعاها بوده در جاهایی که دعا حتما قبول بی همان طوری که حدیث شریف پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایش کو که در بیگاه عرفات واجه دعا کو ای الله تبارک تعالی بری امت ببخش. الله تبارک تعالی اعلان کن پاکم بخشته فقط قاتلان نبخشا. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دو مرتبه بعد از در مزدلفه بعد از نماز صبح در این وقوف مزدلفه دعای کو بازگری زاری کو الله تبارک تعالی اعلام کو که من تی امت حتی قاتلان هم بخشید و آیانی مقتولان موتی دربار به جنت آن راضی کرده. همانطور که در صحیح مسلم هم حدیثی هسته که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و در ارشاد فرمانی در صحیح مسلم هست. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یک وقتی که مجازات بی سوال کنند کسانی که مظلومان شد ظالمان ای الله می حقشان بگیر نو آیانی نیکیان الله تعالی دن نیکیان تمام بودن پدای دعای کنند دو مرتبه مظلومان گناهان بگردنشان دور دیند تو و بعد هم ایشان مجازات کنند نو الله تبارک تعالی گوشید که شان و دیگه هیچی گورشان نمانده شان شبه گناهان هم بگردن آیانی نیکیان هم بگردن آیا ولی هنگه شبه مطالبه ها در حین الله تبارک تعالی ساختمانه های پیش داریتین گورشان جوست کنن که یہ مقتولان مظلومان یہ ساختمان که گن پیغمبرانی گن و آیا اولیاء الله گن صدیقانی گن شهیدانی گن که گوشی نه هر کشانی قیمت بدانتی هر کشانی قیمت گوشی کی گوره قیمت گوشی گوره شما گوره تو مثلا ای مظلوم تو تی حق فلان شخص ببخش الله تبارک تعالی در این ساختمانان دانتی. بله دیگه او دعای پیامبر خدا صلی الله در مزدلفه برای قاتلان هم قبول بی. در همین حال واجه شروع بلابخند کن شیخین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایش کرد میں اعتماد به تو پیدا بیا رسول الله اذا جای هندک نہیں تی هندک پچی گوشی منی هندک بدبختی ابلیس که ابلیس شروع کرده بودی سر خاکی ریسگا خاکی ریخته و ویلای کرده من تباه بود و من برباد بود و من تمامگی کوششان به هدر رفته. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد بخشگاه اعلان بود. این جای بخشگی الحمدلله
ما هم دست جمعی و هم خصوصی، خصوصا بعد از طواف زیارت که بنده برگشت و ایده تنها تو اتفاقا فرزندان می همراه هم رفته‌اند به طواف بر طواف نیستند، همه من تنهایتون با الها زاری دیگه. الحمدلله حالت خاصی خداوند متعال دست داد که ما برای تمام، برای مردگان و زندگان از ویتی و خویشاوندان و دیگه مسلمانان و برای کسانی که خصوصا فرما تقاضا دعاش کرده، بعضی ما را آیانی نام و آیانی مثلا یاد به خصوص آیانی آتیانی که خواسته هستند، بعضی یاد نهد گوشت ای الله تو زانه که آن چی سفارش کرده فکر سفارش را برآورد دیگه از همه بالاتر ای الله همه تو حج نصیب کن و جنت الفردوس نصیب کن. امیدواری الله تبارک تعالی مسلمانان تهیه توفیق بدن، همان طوری که خدای نیکی بنده هر جا و هر کجا کم کم کوشش کنه بودی کم که مالی که آن هست صرف جویی کنن، صرف جویی که یه کنند برای حج. ما شما هم باید همیشه و در این فکر ببین این جاگاه ایشان جاهی هستند که خصوصا خدای انبیا و رسول در این جاگاه یحتین هزاران نفر از گرسنگی و تشنگی ایشان وفات کرده و شهید بوده در همین مقامات. بالاخص ایدا مثلا در مکه مکرمه حضرت ابراهیم علیه السلام و آیه همسر حضرت بیبی هاجر و آیه فرزند حضرت اسماعیل چه سختی هایی متحمل نبودند و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب آیه چه سختی هایی متحمل نبودند. این جاگاه ها الله تبارک تعالی از همه جهان برگزیده کرده، ایده دعای هم مقبولیت بیشترین به نسبت جاگاه دیگر. الله تبارک تعالی بهش میپه کنی گناهان واقع بکرد و الله تبارک تعالی بکرات و رات باشواره برای زیارت خانه خدا نصیب کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.